همه شما دوستان و سروران گرامی، پس از مدت‌ها با یک لایو دیگه‌ای در خدمت شما هستیم. فقط ببخشید که خیلی تاریک شد و هر مدتی بود که نبودیم اینجا و منتها زمینه برنامه‌ای که جمهوری اسلامی فردا میخواد برگزار بکنه رو داریم، سیرک انتخابات، و گفتیم که بد نیست کمی گفتگو بکنیم درباره انتخابات. خب سال هاست که همه دارن میگن که این چقدر بده، این انتخابات جمهوری اسلامی همش مسخره بازی، سیرک اینها. ولی ما به عنوان کسایی که توی اندیشکده کوروش بودیم و هستیم البته، خواستیم یه تحلیلی رو به شما بدیم و بپردازیم به این که اصلا ماهیت انتخابات در ساختارهای گوناگون حکومتی در جهان چجوریه و بسنجیم با انتخابات در جمهوری اسلامی، با این سیرک و مسخره بازی که در جریان هست، و کمی راجع اون حرف بزنیم. امروز مهمان من، یا در واقع همراهان من، چون ما همه با هم میایم، بابک شکراوی هستش، اردوان خوشنود، آروین خوشنود و خانم مایلی جلالی که به تازگی به ما پیوستند، از پژوهشگران و دانشمندان خوب هستند که با ما همکاری خواهند داشت و من امیدوارم که بتونم دوستان اینجا پیدا بکنم و بیافزاییم. برنامه ما یه مقداری میپردازیم از منظر حقوقی به ساختار انتخابات در جمهوری اسلامی و این حالا سیرکی که گفته میشه. همچنین کسانی که میرن رأی میدن، اینا واقعا آدمای بد و وحشتناک و عجیب غریب و پلیدی هستن، یا اینکه نه اینا به دلایل روانشناختی، جامعه شناسی میرن رأی میدن، یعنی یه چیزی پشت اون رأی دادن هستش. درود اردوان گرامی. درود بر شما و بر همه عزیزانی که اینجا هستن. خوبی؟ قربانت. من مایلی رو نمیبینم، امیدوارم که درود دوستان. درود میلاد جان. درود. من شما رو هم نمیبینم آروین جان. من بالا پیش شما. البته میلاد جان، من بگم منم کسی رو نمیبینم، فقط خودم رو میبینم، ولی دیگر عزیزان رو اصلا نمیبینم، یعنی شما رو و بچه ها رو. پس خیلی شگفت‌انگیز شد، چون من الان خودمو فقط اردوان جان گوشیتو باید برگردونی همون ساعتگرد که خدمت گفتم، چون ما شما رو الان اونوری میبینیم. الان بهتره؟ بله. من فقط آروین رو نمیبینم. نمیبینی یا نمیخوای ببینی میلاد جان؟ این فرق داره. دو تا تصویره، ما قدیم که لایو داشتیم اینجا 4 تا تصویر میاد، الان فکر کنم 2 تا تصویره، یا چجوریه؟ بذارید ببینم. واقعا عجیبه، برای اینکه منم میلاد جان شما رو اصلا نمیبینم. فرمتش عوض شده. آره این داستان چیزم خیلی بده که آروین رو نمیبینیم. بابک جان من درخواست برای شما فرستادم، منتها میلاد جان من میرم بیرون دوباره میام، شاید درست بشه. شاید، امیدوارم. شاید آپدیت نکردین اینستاگرامتون. بابک اومد، من بابک رو میبینم. درود بابک جان، خوش آمدی. درود بر شما. درود بابک گرامی. درود بر شما بزرگواران. ببخشید من هنوز مایلی خانم جلالی درخواست از این پایین میفرستید که من اینجا شما رو ببینم و اکسپت بکنم. ریکوست تو جوین برای من بفرستید، چون من تو لیست نمیتونم شما رو پیدا کنم. دوستان ببخشید، ما معمولا همیشه زود و سریع برنامه رو آغاز میکنیم، ولی امروز یه ذره گرفتاری تکنیکی بهش برخوردیم.
الان میلاد جان شما من رو میبینید، بابک جان رو هم میبینید، درسته؟ بله. خب بسیار جالب، چون من فقط خودم رو میبینم. میخواین شما هم برید بیرون یه بار دیگه بیاید ماننده. چشم، یک امتحان میکنیم. بسیار عالی. آره، حالا تا این اشکال تکنیکی ما درست بشه خواستیم یه نگاهی بکنیم. با معمولا فکر میکنیم که خب این انتخابات بعد از تو باید تحریم بشود و اینها، ولی خیلی دقت نمی کنیم که خب اونایی که میرن رأی میدن کیان، از کجا میان. خب خیلی راحته که بگیم که اینها یک مش فاسد هستن، اینها پاروی خونه مثلا جوانان آبان و دی گذاشتن و اینها، که خوبم هست. الان میگم که چجوری کار میکنه این روش ها. منتها از جهتی هم باید متوجه باشیم که در جهان یه پدیده‌ای هست، یا دولت تبدیل به یک پدیده‌ای شده، مثل یک شرکت باهاش برخورد میشه و خیلی ها شاید میرن دم یه شرکتی میخوان یه کالای تحویل بگیرن، خیلی دیگه اهمیت نمیدن که این شرکت قبلا سر بقیه رو کلا گذاشته نذاشته، یه درونش فساد داشته نداشته، یا همه اینا. یا در ادامه خواهم پرداخت به این که مثلا در آمریکا که یک سنگر دموکراسی است در جهان، پژوهش‌ها تو 2015 نشون میداد که فکر کنم نزدیک 60-70%، حالا من میگم 60%، نمایندگانی که اینها در یک رسوایی فساد قرار گرفته بودن، اینها و مثلا رفتن دادگاه و بالاخره معلوم شد یه کارایی کردن و نکردن، اینا دوباره رأی آوردن. و بعد با بسیاری از مردم که گفتگو کردن خب شما چرا دوباره به اینا رأی دادی، نکات جالبی رو مطرح میکنه که میدونه که فساد داره، یا مثلا نقش احزاب چیه اینها. و بعد ما اگر این بازی رو بدونیم، ما بفهمیم که چطور کار میکنه سیستم انتخابات تو کله اون کسایی که میرن رأی میدن، یا برای یک انتخاب چه میدونم نماینده مجلسی میخوان دنبال اینکه هستن که اون رأی بیاره، فامیلشونه، دوستشه، اینا، و ما چه کاری میتونیم انجام بدیم، چی به درد ما میخوره، چه ماهی برای خودمون میتونیم بگیریم اگه اون بخشی که میره این کارو میکنه رو بشناسیم. فراموش نکنید بخشی از همین جامعه ما که سال 88 بیرون بود و میخواست جمهوری اسلامی رو بندازه، حالا یه سری شعار میدادن رأی من کو، و مثل ما هم فکر میکردیم که باید حتما اونقدر فشار بیاریم که جمهوری اسلامی بیفته. مثلا رأی نداده بودیم هیچ کدوم از دوستان، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که در سال 92 که حسن روحانی قرار میشه که دوباره انتخاب، یعنی قرار میشه که بره نامزد بشه که رأی بیاره، خیلی ها میرن به کمپین میکنن براش، شروع میکنن، اونم کلیدواژه حصر رو میگفت و خیلی از کسانی که شکنجه شده بودن، کهریزک رفته بودن، تو خیابون اتفاقات رو دیده بودن، اون وحشیگری مردم رو دیده بودن، اینا همه رو نوشتن پای احمدی نژاد، رفتن به روحانی رأی دادن و وقتی روحانی رأی آورده بود، حالا یا حکومت برنده اعلامش کرده بود، اینها زنگ زدن به خیلی از دوستان، به دوستای تبعیدیشون تو زندان، به هم دیگه تبریک میگفتن که ما بردیم. اون آخونده برده بود، اینا میگفتن ما بردیم. خب به ظاهر میشه گفت اینا یه مش احمقن یا نمیفهمن اینا و چی بود. الان به 8 سال بعد این روباه میومد حکومت میکرد و بعد 2000 میومد افتاد که نبردی، تو بازنده بودی این وسط و اون برده. ولی تحلیل این قضیه چیه؟ چرا آدما این کارو میکنن؟ آدما که ذاتاً احمق نیستن که، یه چیزی تو مغز اون هست و اگه برید کریتیکال و انالیتیک بهش نگاه بکنی که در مغزشون چی میگذشته، به چی میگن بردن، چه فهمی از خیشتن دارن و دیگری، اون موقع ما بهتر میتونیم حرف بزنیم. بابک جان، من فکر میکنم که خب من همچنان مایلی رو ندارم. اینجا میگه کردم start with this live video. تو من نفهمیدم الان منظورش چیه. الان ببین
من اردوانم اکسپت کردم، آتورایزم شد، ولی فکر کنم برنامه امروز ما به این گرفتاری خوردیم فکر میکنم. من الان اردوان رو میبینم. شما میبینی؟ من الان میبینم اومد اردوان. درود بر شما. درود ولی آروین رو نمیبینم و مایلی رو هم نمیبینم. منم در لیست مایلی و آروین رو نمیبینم. میخواید الان من مایلی رو میبینم میلاد جان. بله. حالا ما خب میتونیم آغاز کنیم تا آروین هم بپیونده به ما. خلاصه من یه پیشگفتاری گفتم که احتمالاً عقاید منو میدونید و میدونید که چی گفتم اگه احتمالاً شنیدید، ولی امروز بخوایم نگاه تحلیلی آنالیتیکی بندازیم که ما چی کار میتونیم بکنیم و ما به چه دردی میخوره این انتخابات یا این سیرکی که موجوده و ماهی که ما میتونیم بگیریم چی. البته خب ما 5 نفری که نمیتونیم باشیم، مانند همیشه باید 4 تایی باشیم. حالا مایلیر یا آروین هر کدام تونستن تا اگه بیام بالا که خوب هست. تا اردوان جان بفرمایید، در خدمت. سپاس فراوان میلاد گرامی، با درود مجدد به شما بابک نازنین و تمام عزیزانی که اینجا هستند و بسیار خوشحالم که باز در خدمتشون هستیم و امیدوارم که هرچه بیشتر بتونیم این ارتباط رو حفظ کنیم با این عزیزان. خیلی کوتاه برگردیم به سال 57 که میشه گفت اولین انتخابات جمهوری اسلامی بود. اون رفراندومی که برپا کردند که از یک سو یک صندوق گذاشته بودن آری، از یک سو یک صندوق گذاشته بودن نه و 99% هم مسلماً رأی گرفتند که بعد جمهوری اسلامی باید بشه کشور. مسلماً چنین رفراندومی و چنین آغازی برای جمهوری اسلامی این واقعیت هم نشون داد که انتخابات بعدی این نظام و این حکومت چه شکلی شد که هر کسی که خواستن از داخل صندوق‌های رأی در آوردند و حتی آمدن و یه چیزی به عنوان شورای نگهبان رو راه انداختن که هر کس رو دلش میخواد میگه این صلاحیت نداره و اصلا حتی نیاز هم نیست تقلب بکنن تو انتخابات. یعنی اینقدر قشنگ اینا کاری کردن که نیازی به تقلب نیست در انتخابات، برای اینکه تمام کسانی که وجود دارن و میشه بهشون رأی داد افرادی هستن که خودشون از قبل انتخاب کردن، خودشون از قبل قبول کردن، افرادی هستن که به ولایت فقیه وفادارن، به جمهوری اسلامی وفادارن، وگرنه خب نمیتونستن به هیچ عنوان به اونجاها برسن. شاید تنها چیزی که از نظر انتخاباتی در طول این 40 و خردی سال تحول پیدا کرده نوع تبلیغات این افراد باشه. این افرادی که مثلا الان میخوان وارد مجلس بشن، شما نگاه بکنید، مثلا من داشتم نگاه میکردم، یک فردی بود از لنگرود، به همشهری هم بود با ما، به هر عزیزان میدونند که من یک نصفم گیلکیه و این آقا به انگلیسی سخنرانی میکرد در لنگرود برای افرادی که میخواستم بهش رأی بدم، به زبان انگلیسی داشت سخنرانی میکرد، انگلیسیش هم از من بدتر، یه شکسته و اصلا وحشتناک، و اونام چه کفی میزدن چه دستی میزدن. الان هم شما میبینید با خودشون دیجی میارن، با خودشون خواننده میارن. این تنها تحولاتی که ما در انتخابات جمهوری اسلامی تونستیم ببینیم در طول تمام این سالها. ولی اون چیزی که بسیار مهمه و من میخوام فقط بهش که اشاره خیلی خیلی کوچکی بکنم، اینه که در انتخابات مجلس 4 سال پیش، سال 1398، 42.5% طبق آمار جمهوری اسلامی 42.5% میزان شرکت بود در انتخابات مجلس، که کمترین میزان شرکت بود در طول این فکر کنم 11 دوره‌ای که برای مجلس سال جمهوری اسلامی
رأی گیری کرده و انتخابات گذاشته به اصطلاح. و این 42.5% که کمترین بود، این قبل از به قتل رساندن مهسا امینی بود، قبل از این انقلاب نوینی بود که در ایران به پا بشه و قبل از این بود که این همه جوان و این همه از بهترین فرزندان ایران زمین کشته بشند و اعدام بشن. مسلماً بسیار بسیار کمتر خواهد شد میزان شرکت در انتخابات. و اون چیز که بسیار جالبه و من این رو میگم که بعد صحبتامو پایان بکنم و یک دفعه دوم هم فکر کنم برگردیم. میلاد جان درسته؟ همون کارو میکنیم. بسیار آره. اگر خیلی که مالیو آروین من میگم من اینجا هستم ولی شما نمیبینید بدم چجوری هست. برای منم نوشت که هست ولی ذاتا نیست. حالا درست میکنیم، اگرم آروین نشد من به جاش صحبت میکنم به عنوان برادرش. ولی اون چیزی که فقط جالبه و من در پایان بخوام بهش اشاره کنم که بعد بیشتر رو باز کنم در گفتم در بخش دوم، اینه که خبر اونلاین که به هر حال وابسته به جمهوری اسلامی است، اینها یک نظرسنجی کردن و در نظرسنجیشون که به تازگی هم به چاپ رسوندن این بود که میزان شرکت در انتخابات در تمام ایران 30% خواهد بود. این چیزی که خودشون دارن میگن، یعنی شما مطمئن باشید که این نظرسنجی رو تا 4 برابر کردن که مثلا به این 30% رسید. ولی باز این نشون میده که یک احساس خطری کردن و به همین دلیل هم هست که این امروز و دیروز و اینها این خبر آمد بیرون که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته برای این انتخابات در شناسنامه افراد مهر نزنه و دلیلش هم آوردن که بتونن به اپوزیسیون نشون بدن که مردم باز میان پای صندوقهای رای و رای میدن و اینطور نیست که اپوزیسیون میگه که مردم مجبورن رأی بدن، چون اگه این مهر به شناسنامه‌شون نخوره دردسر میشه. در مورد این حالا من برمیگردم و یک سری صحبت ها دارم و اینجا بخش اول صحبت هامو به پایان میرسونم. خب میدونید که مسئله انتخابات همونجوری که اردوان گفت از آغاز توی چارچوب ما یه چارچوبی داریم به عنوان fair and free election که این توی اتحادیه بین المجالس سالها پیش اومدن نشستن حرف زدن و گفتن که خب همه جای جهان انتخابات میذارن، صدام هم انتخابات میذاره، توی سوئد و هلند و آمریکا هم انتخاباته، ولی کدوم انتخاباته؟ و اومدن یه چارچوبایی رو نوشتن برای اینکه چه انتخابات واقعا و نامش رو بیاد که جایی هست به عنوان اتحادیه بین المجالس که البته با سازمان ملل هم همکاری میکنه ولی اسمش روشه دیگه، اتحادیه بین المجالس. و اینا اومدن یه چارچوبی نوشتن برای انتخابات آزاد و منصفانه که اگر انتخاباتی هست باید این شکلی باشه. و توی خود سازمان ملل هم 2 تا نهاد هستش که در واقع کارش بررسی کیفیت انتخابات و همچنین گسترش دسترسی به ابزارهای انتخاباتی هستش. از جمله یکی اسمش هست ACE و دیگری اسمش هست بریج که یکی از اینها کار من مایل رو نمیتونم بیارم، نه اینجا از یه طرف به ما میگه که شما فولید، از یه طرف دیگه هم قبول نمیکنه، ولی بریج که کار بیشتر کشورهای جهان سوم و آفریقایی و در داغون و اونایی که در واقع یه جور کشورهای با استیت‌های با دولت‌های بسیار نوپا و بدون اتوریتی هستن و جایی که اصلا دولت امکان اینکه انتخابات برگزار بکنه نداره و ابزارش نیست براش، اینا اونجا کمک میکنن. یه جای دیگه هست ACE که اونا میان و شاخصهایی رو برای انتخابات در نظر میگیرن و پرسش‌هایی رو مطرح میکنن و بعد چک میکنن که توی این پرسش‌هایی که مطرح کردند کدوماش نزدیکه، آیا
مثلا تبلیغات انجام میشه، نامزدها آزاد هستن نیستن و همه اینا. توی اونجا یه کتابچه‌ای هست که یه خانومی نوشته اون رو از یکی از دانشگاه‌های ایتالیا که البته ایرانی هست، به نام نازنین عالمزاده، یاسمین عالمزاده، ببخشید، یاسمین عالمزاده. که یاسمین عالمزاده میشناسید که همسر یکی از کسایی هستش که توی اون گروه بحران بود به اسم علی واعظزاده که به اسم علی واعظ معروف هستش، و هم که کنار هاشمی رفسنجانی عکس داره، جاهای دیگه رفت آمد میکنه اینها. و این خانم یاسمین عالمزاده که اونم اون زادش رو معمولا استفاده نمیکنه، با یاسمین عالم خودش رو معرفی میکنه، با همکاری یک استاد حقوق دانمارکی بخش بین الملل رو توضیح دادن. اسم اون کتابچه هستش Duality by Design و راجع به انتخابات و حکومت در ایران هستش و اونجا توضیح میده تو اون کتاب که حکومت در ایران چطوری کار میکنه و چجوری اینجا هم دینی هم دموکراسیه. بنابراین یک دوالیتی بای دیزاین رو میاد در چارچوب توضیح میده. و نکته جالبی که هستش اینه که در بخش امور ایرانش یک نفری به اینا کمک کرده و کانتریبیوشن داشته که اینا سیستم ایران رو خوب توضیح بدن و رفرنس دادن به اطلاعاتی که این خانوم داده به اون خانوم. حالا این خانومی که اطلاعات داده به و انبوهی از اطلاعات دروغ، از جمله راجع به همین مجلس خبرگان که الان هستش، تو اون کتاب خانوم مهرانگیز کار میاد اعلام میکنه که به خانم یاسمین عالمزاده در ایتالیا میگن که بله در ایران یک چرخشی هستش و رهبر خودش که انتخاب نمیشه، از طرف شورای نگهبان، ببخشید شورای خبرگان انتخاب میشه و شورای خبرگان با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه و اساسنامه خود شورای نگهبان رو رد میکنه که کسانی میتونن کاندید بشن که مرجعیت فقهیشون رو از خود مقام مزخرف رهبری به دست آورده باشن و بقیه هم کسایی میتونن کاندید بشن که شورای نگهبان که مستقیما زیر نظر رهبری هست اونا رو تایید کرده باشه. بله خانم مهرانگیز کار، خانم یاسمین عالمزاده، اگر فکر میکنید که یه جاهایی در اون سوراخ سنبه ها تو اون جاهای توی اون انبارهای سازمان ملل اینجا رفتید جمهوری اسلامی رو شستید و هیچ کی هم خبردار نمیشه، کسی نمیخونه، چرا یک آدمای سمجی هستن اینجا هرچی اسنادگیرشون بیاد میخونن و ما رفتیم خوندیم که شما چه دروغ‌هایی اینجا گفتید. بابک جان شما رو میشنویم. درود عرض میکنم به شما بزرگواران، همینطور به همه عزیزانی که همراه ما هستن. متاسفم که نمیدونم به چه علتی نتونستیم هنوز مایلی گرامی رو داشته باشیم. به هر جهت باعث افتخار هستش که ایشون در اندیشکده کوروش به ما پیوستن. به زودی هموطنانم با این بزرگوار آشنا خواهند شد. یکی از دختران شایسته ایران هستن. من به جنبه اون هشتگ که شاهزاده دارن ازش استفاده میکنن به عنوان سیرک انتخابات میخوام یک اشاراتی داشته باشم. پیش از اینکه صحبت ما آغاز بکنم به این نکته باید نکته برای شما بزرگواران یادآور بشن. ببینید در طول حداقل 100 سال گذشته که علم پروپاگاندا پیشرفت‌های به قول معروف بزرگ و عظیمی داشته، یک قضیه که از اون قوانینی که همیشه حاکم بوده این هستش که وقتی که یک پیام قوی هستش، وقتی که یک پیام میتونه قشر بزرگی از جامعه رو تحت تاثیر قرار بده و شما مفاهیمی ندارین که در نبرد با اون تولید بکنین، به پیام آور حمله میکنن. حملات شخصی، بی احترامی به اعضای خانواده، به نحوه لباس پوشیدن، به لهجه گفتمانی و انواع و اقسام مسائلی که خودتون میتونین حدس بزنید. جالب اینجاست در طی 44 سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی همیشه تاکید کردن بر اهمیت مبارزات مدنی. این به این معنا نیستش که مبارزات مدنی به تنهایی میتونه یک رژیم مثل جمهوری اسلامی سرنگون بکنه، ولی چون به اهمیت اون اشاره کردن به چندین دلیل. یکی این که هزینه جانی رو کاهش میده.
دوم اینکه همه اقشار جامعه رو درگیر خودش میکنه. یعنی افرادی که حالا توانایی های پویا بختیاری ها رو ندارن نمیتونن از خودشون سلب مسئولیت بکنن، برگردن بگن من که اون شجاعت رو ندارم، من اون از خودگذشتگی رو ندارم، من چند سر عائله دارم، من مشکلات مالی دارم و غیر ذالک. همه مسائلی که خودتون میتونید حدس بزنید. به جای اینکه با استفاده با دستاندازی به یک بهانه مسئولیت و وظیفه ملی خودشون رو انجام ندن، مسئولیت ملی به شکلی تعریف میشه که هر کسی و هر قشری از جامعه میتونه اون رو بپذیره و در تعیین سرنوشت خودش و آیندگان نقش مؤثر و مفیدی رو واقع بشه. از این جهت مبارزات مدنی بسیار مهم هستند. پیش از اینکه ما برسیم به اون مرحله سرنگونی پایانی که درگیری های خیابانی و غیر و ذالک خواهد بود، ما نیاز داریم توانایی مدنی رو افزایش بدیم، جامعه رو همسو بکنیم. درخواست هایی که ملت در قالب این مبارزات مدنی میکنن حالت مصری داره. به عنوان مثال ممکنه که یک طیف خیلی خاص باشن، به عنوان مثال معلمان یه تقاضای خیلی خاص داشتن، تقاضاشون هم اقتصادی باشه، ولی در قالب اون اعتصاباتی که انجام میدن اگر دولت عقب نشینی نکنه، این داره کاملا نشون میده که حتی خواسته های اقتصادی مردم، خواسته های به حق اقتصادی یک سمت خیلی خاص داره پایمال میشه و این خودش تاثیر بسیار منفی خواهد داشت در آسیب زدن به اعتبار یک دولت. حالا در مورد جمهوری اسلامی که اصلا اعتباری وجود نداره، اما اگر یک دولت عقب نشینی بکنه و مجبور بشه که اون خواسته های به حق یک سنتی رو برآورده بکنه، این خودش به قول معروف یک به قول خارجی بلوپرینت میشه، یک ابزاری میشه برای اینکه کارهای مشابه دوباره صورت بگیره. سایر اصناف فکر کنن ما میتونیم حقوق خودمون رو بگیریم. همین درخواست‌های اقتصادی و این باورمندی به توانمندی‌های شما میتونه در یک مقطع زمانی باورمندی شما برای دستیابی به خواسته‌های سیاسی شما رو هم تأمین بکنه. اینا فقط قسمت‌هایی از اهمیت مبارزات مدنی هستن. یکی از مهمترین دستاوردهای مبارزات مدنی اون تصویری هستش که چه به داخل کشور، در داخل کشور به عناصری که وابسته هستن به یک حکومت رو منعکس میکنه، چون تصویری که به خارج از کشور رو منعکس میکنه. ببینید طرفهای مقابل ما اگرچه متاسفانه اهریمن صفت هستن، ولی به هر جهت اینها هم در قالب یک انسان متولد شدن و شما مطمئن باشین که اونها نقاط ضعف و قوت دارن. اونها اگرچه احساسات به قول معروف رقیقی ممکنه نداشته مثل خیلی از انسان‌های دیگه، ولی به هر جهت از یک سری از خصوصیات انسانی برخوردار هستن. خانواده اونها همچنین. اگر که اونها ببینن نارضایتی مردم به اشکالی که متبلور میشه در مبارزات مدنی داره انعکاس داده میشه، اون باعث این میشه که اون روند ریزش یک سرعتی پیدا بکنه و این بالاخره بخشی از اون چیزی هستش که ما میخوایم کشوری رو از جمهوری اسلامی باز پس بگیریم با تا اونجا که میتونیم تمام ساختارهای اداری و نظامیش رو حفظ بکنیم بدون اینکه منجر بشه به یک روند تخریبی که در نهایت، یعنی ما نمیخوایم یک کشور تخریب شده بیشتر از الان رو تحویل بگیریم. ما میخوایم ساختارها رو تا اونجا که ممکنه حفظ شده نگه داریم و اهریمن رو از اون بزداییم و بعد دوباره بازسازی بکنیم بر اون چیزی که باقی مانده. اینها همه دستاوردهای مبارزات مدنی هستن. دوباره عرض میکنم هیچ وقت شاهزادگان بر این باور نبودن که مبارزات مدنی تنها ابزاری هستش که واسه سرنگونی جمهوری اسلامی میشه، ولی همونطور که عرض کردم یکی از ابزارهای مهمه و باید رو اون کار بشه. حالا برای 44 سال ایشون راجع به این قضیه صحبت کردن، در مقاطع زمانی بهشون حمله میشد، ایشون رو میگفتن که آشنایی ندارن با ذات جمهوری اسلامی، به تمسخر میگرفتن گفته های ایشون رو. ولی امروز جامعه ایرانی واقعا به اونجایی رسیده، یعنی ما هم در سخیزش گذشته نشون دادیم که چه قهرمانانی داریم که آماده هستن با دست خالی به جنگ اهریمن برن، اهریمنی که تا بیخ دندان مسلح هست و هم در این حال سایر اقشار جامعه که اون توانایی‌های رزم رو شاید نداشته باشن دارن خودشون رو آماده میکنن که یک جامعه کاملا همسو با استفاده از همه این نیروهاش به سمت سرنگونی بره. و دقیقا در یک همچین لحظاتی هستش که ما میبینیم که نه تنها جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روزنامه‌های جمهوری اسلامی، بلکه تمام وابستگان و دلبستگان به جمهوری اسلامی در خارج از کشور، به معذرت میخوام دلبستگان و وابستگان به انقلاب 57
در خارج از کشور که تا این مقطع زمانی خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی نشون میدادن، دست در دست جمهوری اسلامی مبارزشون رو با دولت شاهنشاهی ایران، با خاندان پهلوی، با شاهزاده رضا پهلوی، با خانواده ایشان دارن نشون میدن. درست در اون لحظه حساسی که عرض کردم خدمتتون، زمانی که کل جامعه ما آماده است که زنجیروار به همدیگه کمک بکنن، به همدیگه بپیوندن، هر کدوم وظیفه ملی خودشون رو بر عهده بگیرن. همونطور که شاهزاده این رو قبلا گفتن، این یک بازی فوتبال نیست که 11 نفر یا 22 نفر بازی بکنن و بقیه تماشا بکنن. هر کدوم از اون یک سهمی داریم، باید اون سهم رو بپذیریم. الان اون لحظات حساس عزیزم، به خاطر داشته باشیم تمام این سر و صدایی که میبینید، من اینا رو مقایسه میکنم به اون دلغک هایی که در ویدیوهایی که شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با سیرک انتخابات منتشر کردن. وظیفه اینا هستش که حواس ما رو پرت بکنن از واقعیت اصلی که در حال اتفاق هستش. بی احترامی به ایشون، بی احترامی به تک تک ما، بی احترامی به خانواده ایشون، دستاوردهای رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه بزرگ، شهبانو فرح پهلوی رو زیر سوال بردن، همه اینا با این منظور هستش که شما اون آلترناتیو، اون جایگزین مشخصی رو که انتخاب کردین رو از دنبال کردن پیام بسیار مهمی که برای شما دارن غافل بکنن. و اون هستش که این انتخابات به هر قیمتی، به بهترین شکل و به سخت‌ترین شکل ممکنه باید تحریم بشه. اعتباری که جمهوری اسلامی در طی این چندین دهه از این انتخابات موثق به دست آورده رو ما باید از بین ببریم. سپاس میلاد گرامی. خواهش میکنم. ببینید یه نکته‌ای که هستش اینه که بابک بهش اشاره میکنه که ما چطور از مبارزات شهروندی و مدنی استفاده بکنیم، اینه که تو بخش آغازین من خدمتتون گفتم که پژوهش‌ها نشون میده که حتی در کشورهای دموکراتیک یه چارچوبی رو مردم فهمیدن در رابطهشون با دولت به مثابه یک دکان، به مثابه یک جایی که کاری رو انجام میده و کالایی رو تحویل میده، حتی در دموکراسی ها. و بنابراین خیلی دیگه توجه نمیکنن، یعنی مثل کارمند شرکت برخورد میکنن یا در انتخابات براشون بعضیا مانند رأی دادن به فروشنده خوب هست. یعنی وقتی میان میگن که این بین شما حتما شده رفتید که جای خرید بکنید در آمریکا یا در اروپا یا از یک جای سرویس بیون، فروشنده به شما یه چیزی رو فرمی رو میده که این فرم رضایت از کار منه. وقتی حالا خرید تموم میشه، خدماتش، سرویسی که به عنوان خدمات پس از فروش باید به شما بده، که اینو مثلا 4-5 تا پرسش اینو پر بکنید به منم 5 استار بدید دیگه. و این دیگه شما کاری نداری اون با مثلا شوهرش، همسرش خوش رفتاره، بد رفتاره، با بچهش خوب برخورد کرده نکرده، خسیس، بی سواد، باسواد، پرونده جرم داره نداره، توی رسوایی دستش رو شده نشده، یا بگی نه به من یه چیزی میخواستم مثلا این لباسشوی من تعمیر کرده و اینم ساین میکنیم براش تموم میشه میره. و متوجه شدن رفتار با توی مدلی که امروز شهروند در رابطه خودش با دولت میبینه و اون مدل لیبرال دموکراسی که خیلی داره تاکید میکنه بر اقتصاد و ارزش ها رو همه رو مالی داره میسنجه، و این فرم در واقع پست مدرنی که داره فرا میگیره جهان رو، این دستمایه این شده که در اینجا فساد رو در کار نماینده سیاسی ندیده میگیره. رقم چشمگیر بالای 50% و رأی میارن آدم‌ها دوباره، یعنی اثری نمیذاره اون اتهام. ولی شما میبینید که ناگهان وقتی که یه رفتار جمعی تولید میشه و میگن که یه بازیگر سریال های شرکت نتفلیکس این یه اتهامی بهش زده میشه، این شرکت نتفلیکس رو به یک ضرر هنگفتی میکشونه که اون پروژه رو ببنده و این تمام بکنه. این دو تا رفتار خیلی عجیبه. شما یه کسی که واقعا رسواییش در اومده با یه کسی که محکوم شده و اونجا میری رأی میدی که سیاستمدار تاثیر داره در زندگی، ولی اینجا رأی نمیدی. فرق این دوتا اینه که برای اون بازیگره به دلیل اینکه خیلی ها میشناختنش و تو جامعه دومن سر صدا کردن، قضیهش یه ذره قربانی داشترش
و اون خیلی ها خودشون جای اون قربانی میذاشتن که ای وای نکنه اون قربانی تجاوز یا همچین چیزی اگر ما بودیم یا بچه من بود یا که، و این باعث یک کسایی اومدن روایت‌های تعریف کردن از آسیبایی که خودشون دیدن در کودکی یا هر جایی و اینو نسبت دادن به اون بازیگر که اونم بعدا من شون که بیگناه بوده، حالا تا جایی که یادمه. و بعد این یک رفتار جمعی رو تولید میکنه، انبوه این روایت ها، که اون اتفاق میفته برای شرکت نتفلیکس. حالا اگر ما بیایم بفهمیم رابطه این دوتا با هم چی بوده و بتونیم به عنوان که اون کسانی که میخوان که از جمهوری اسلامی یه چیزی رو تحویل بگیرن، یه کالایی رو بگیرن، خدماتی رو بگیرن، اینها رو توی یک کمپین روایی که نشون، مثلا دیدی الان بابک داشت تعریف میکرد که چطور این سیستم کار میکنه و شما میای مثلا میگی که این سیرک دلقک بازی اینا و ما هر کدوممون یک روایتگریم و میایم اینو وقتی کمپین میکنیم، وقتی یه جبهه گفتمانی براش باز میکنیم، اون موقع میتونیم کارگزار باشیم. وگرنه صرفاً امید بستن به این که هر کسی به وجدان خودش آبان و دی و اینا یادش میاد و رأیش رو در این صندوق نخواهد انداخت، این خبرها نیست. تجربه من که تو 88 من بلا سرم اومد یه عده از تهران زنگ میزدن یا از شهرهای دیگه ایران که میلاد ما بردیم، آخوند حسن روحانی برندش میگه شما رأی دادید، من کار خوبش شما زیاد صنمی نداشتم ولی حالا این چه زنگ زدن مژده دادنی بود نفهمیدم. میدونی این بعدن اتفاقا این پژوهش در همون سال انجام شده که اینو نشون میده که چون برای حسن روحانی کمپین جدی نشد و خیلیا وقتی اون میگه که ما حصر میکنیم، دوباره همینایی که گول خمینی رو خوردن، من یه بار میگفتم ما ملتی هستیم که باید یه ذره مواظب خودمون باشیم، گوش خودمون رو باید بکشیم و هر جا داریم خطا میریم خودمون باید گوش خودمون رو بکشیم، چون ما یه بار به فاجعه‌ای مثل خمینی، به اون آدم نابود اصلا وحشتناک، اون حرف نمیتونست بزنه، ما به اون گوساله اطمینان کردیم. خیلی حرفه، یعنی کسی در تاریخ با خودش یه همچین کاری نکرده. یعنی ما خودمون به سر خودمون لگد زدیم، اصلا به صورت عادی غیر ممکنه ولی ما این کارو کردیم، سال 57 با خودمون این کارو کردیم. بنابراین احتمال اینکه یه بار دیگه این کارو بکنیم هست. خیلی باید مواظب خودمون باشیم. یک انقلاب رو به پیش بردن با راهنمودهایی که شاهزاده دارن میدن، اینکه ما بیایم رو کنش شهروندی و یه هویت شهروندی از خودمون نشون بدیم و رابطه شهروند و شهریار رو بفهمیم، اون موقع میتونیم که در این بازی اقتدار رو از جمهوری اسلامی بکشیم، اون زنجیره فرمانپذیری رو نسبت به اون پاره بکنیم و زنجیره فرماندهی و پیروی بسازیم نسبت به شاهزاده که اقتدار و حقانیت طبیعی جامعه ایرانی رو با خودش داره. اردوان شما رو میشنویم. راحتیم، ما قبلا 6 نفر بودیم الان 3 نفریم، بنابراین وقت زیاد داریم. خب بسیار عالی. من اینجا زیاد نداریم، واقعا زیاد نداریم، 22 دقیقه وقت داریم. نه من خیلی همیشه خیلی مفید و کوتاه مثل همیشه فقط این رو خدمت عزیزان عرض کنم که در پایان سخن اولم خدمت عزیزان عرض کردم که خبرگزاری ها دارن از این خبر میدن که قرار این مهر زدن در شناسنامه رو برای این انتخابات فقط بردارند که نشون بدن که ببینید مردم مجبور نیستن بیان رأی بدن، مردم خودشون دوست دارن بیان رأی بدن. خب چرا جمهوری اسلامی میاد چنین کاری میکنه موقعی که خودشون دارن میگن که سال پیش مقدار اونایی که به شرکت کردن در رأی گیری 42.5% بود، الان هم آمارای خودشون نشون میده 30%. خب چرا جمهوری اسلامی میاد چنین کاری میکنه؟ مسلما چنین کاری رو نمیکرد اگر میدونست که واقعا اوضاع خراب خواهد بود. خب ما که میدونیم وضع به چه شکلیه، ما که میدونیم مردم نخواهند پای صندوق‌های رأی رفت. اینها خب تصمیم گرفتن مثل همیشه، مثل هر سال دیگه تقلب بزرگی بکنن، مثل همیشه بگن که این همه آدم اومدن تو خیابونا، این همه آدم اومدن بیرون، این همه رأی دادن، مثل انتخابات پیش که بارها در اومد که مثلا چجوری فتوشاپ کرده بودن کلیپ هایی که میگرفتن مردم رو بیشتر نشون بدن.
برای همین باید هوشیار بود اینجا. خیلی ها امکان داره امیدشون از دست بدن که خب ما الان تحریم بکنیم، ما نریم پای صندوق های رای. با خب جمهوری اسلامی میگه که همون 43% مثلا اومدن رای دادن، خب چه فرقی میکنه؟ فرقش خیلیه و الان خدمتتون عرض میکنم چرا فرقش خیلیه. برای اینکه مستقیما برمیگرده به اون صحبتی که میلاد عزیز داشتن میکردن در مورد این خانم یاسمین عالمزاده. میلاد جان درسته؟ من فامیلیشون رو درست دارم میگم؟ بله. ببینید کاری که افرادی مثل این خانم انجام میدن و افراد دیگه مثل آقای تریتا پارسی، مثل آقای ولی نصر و غیره، اینها کارشون اینه که مسائل جمهوری اسلامی رو، من خواهش میکنم به دقت به این گوش بدید، مسائلی که به جمهوری اسلامی مربوط هست و علیش هست، مثل این جریان ولی فقیه، مثل مجلس خبرگان، مثل این انتخاباتی که این همه آدم رو شورای نگهبان راحت میتونه رد صلاحیت بکنه و غیر و ذالک، اینا رو بیاد اینا سفیدشویی بکنند و بتونن به خورد جامعه بین المللی بدن، چون اونجاست که براشون مهمه. اومدن این که جمهوری اسلامی بتونه نشون بده خیلی ها اومدن رأی دادن، درسته برای پروپاگاندا و تبلیغات داخلی هست، ولی خیلی به خاطر تبلیغات خارج از کشوره که بتونه نشون بده که مردم ما رو میخوان، مردم ما رو قبول دارن و مردم به مشارکتشون در کشور، در اداری کشور باور دارن و برای همینه که مردم میان رأیم میدن. اینجاست که ما از مردم میخوایم که ضمن اینکه تحریم میکنند در صحنه هم باشن، فیلم بگیرید، عکس بگیرید، پخش کنید، بگید چه اتفاقاتی میفته، نشون بدید چه خبرهایی هست. خارج از کشورم ما این کار رو انجام میدیم و صدای شما خواهیم بود، همونطوری که در طول تمام این سالها بوده. برای اینکه امروزه دیگه اینجوری نیست که این افراد، درست همونجوری که میلاد جان خیلی زیبا بهش اشاره کرد، این افراد بتونن یه چیزی بنویسن، زیاد هم سرش سر و صدا نمیکنن، برای اینکه موقعی که مثلا این گزارش رو مینویسن یا موقعی که این کتاب رو مینویسن به هیچ عنوان نمیخوان سر و صدای زیادی هم سر این مسئله بکنن، چون براشون مهم نیست. اینها میخواد این نوشتهشون، این گزارششون، این کتابشون، این کتابتشون به دست اونایی برسه که اون بالا هستن، اونایی که مثلا تو مجلس اتحادیه اروپایی هستن، اونایی که در سنا هستن، اونایی که در مجلس کشورهای غربی هستن، که به اونها نشون بدن چه خبره. ولی خب افرادی هستند، درست همونطوری که میلاد جان گفت، حالا من اون کلمه رو دیگه نمیگم، افرادی هستن خیلی دقت میکنن، دقت زیادی میکنن و وارد کار میشن و امروزه ما به جایی رسیدیم که دیگه اون زمان گذشته که اینا بتونن ببخشید من رو، ولی هر مزخرفی که میخوان رو به چاپ برسونن، سعی کنن به خورد یک نهادی بدن بدون که سر و صدایی بشه. امروز افرادی هستند، امروز اندیشکده کوروش هست که با این جریان مقابله میکنه. اونها اگر گزارش می‌نویسن ما هم گزارش می‌نویسیم، اونها اگر سعی میکنن جلساتی بگذارن با هم چنین جلساتی میذاریم، اونها اگر کار لابی میکنن ما 100 برابر بهتر کار لابی رو انجام میدیم. ولی همزمان که ما اینجا داریم این کار رو خارج از کشور میکنیم و موفق هم بودیم در این راه، تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی شده، مسئله تروریست اعلام کردن سپاه، حضور پادشاه ایران در مجلس اتحادیه اروپایی، اینها همه نشان دهنده این قدرتی که امروز در اپوزیسیون وجود داره. ولی ما و شما عزیزانی که داخل ایران هستید از همدیگه جدا نیستیم، ما با هم یکی هستیم. شما سخت‌ترین کار رو در داخل ایران چشم در چشم اهریمن و ضحاک انجام میدید، ما هم صدای شما خارج از ایران. و در پایان نباید فکر کرد که با تحریم انتخابات و با ذلیل کردن جمهوری اسلامی فردا جمعه کار تمومه
و ما دیگه میتونیم قشنگ استراحت کنیم و جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. خیلی از عزیزان به هنگامی که بعد از قتل مهسا امینی که این انقلاب نوین برپا شد، خیلی ها بر این باور بودن که خب پس جمهوری اسلامی باید فوراً از بین بره. خیلی ها شاید دل سرد شدن، ولی واقعیت اینه که به این شکل نیست، به این تندی نیست. این تحریم شما راه رو وا میکنه برای بیشتر ضعیف شدن و بیشتر ذلیل شدن جمهوری اسلامی که پرتابش رو و براندازیش رو بسیار آسانتر خواهد کرد و به روز مرگش نزدیکتر خواهد شد. و در اینجا ما یک گام هستیم، ما هم صدا هستیم با یکدیگر. شما سخت‌ترین کار رو در ایران میکنید، ما هم اینجا صدای شما عزیزان خواهیم. سپاس از شما. بعد فقط در پایان من بسیار متاسفم که مایلی و آروین اینجا نیستن در میان ما. من چون میخواستم این رو موقعی که مایلی اینجا هست بگم، ولی من هم این رو بگم که از حضور مایلی در اندیشکده بسیار بسیار شاد هستم و مایلی یک حقوقدان هست و بسیاری گزارش ها و نوشتارها رو انجام خواهد داد برای ما و ما رو با یک سری مسائل بسیار روشن خواهد کرد. ما بسیار مفتخر هستیم از اینکه مایلی گرامی میان ما هست. سپاسگزارم و بفرمایید میلاد جان. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما بابک گرامی. 10 دقیقه در خدمت شما. من سعی می‌کنم صحبت رو زودتر تمام بکنم. من هم در ادامه صحبت اردوان گرامی یک بار دیگه میگم حضور مایلی در اندیشکده قطعاً ابعاد دیگه رو برای با پوشش خواهد داد. اشراف ایشون به مسائل حقوق بین الملل مسئله هستش که پیش از این ما به قول خارجی لک میکردیم، رنج میبردیم، نداشتیم و این واقعا باعث افتخار من هست و همه عزیزان و همچنین در کنار مایلی از هممون از همدیگه میآموزیم و در این بخش قدر مسلم از مایلی گرامی برجد. امیدوارم که بینندگان عزیز و اون افرادی که در طی این چندین ماهه به اندیشکده کوروش محبت داشتن هرچه زودتر با عضو جدید ما مایلی گرامی آشنا بشن. برمیگردم به ادامه صحبتم در رابطه با کلیدواژه‌ای که شاهزاده استفاده میکنن به عنوان سیرک انتخابات. این اکو کننده یک پیام خیلی واضح هم هستش. ببینید شخصی رو داره نشون میده که برای آینده ایران برنامه داره، برای تضعیف جمهوری اسلامی برنامه دارن. شعارهای پوچ و واهی نیست. ایشون در این حال شخص هستن که دارن به جامعه ایرانی یادآور میشن که شما یک ملت توانمند هستید. قدرت شما فقط اون لحظاتی نیستش که در خیابان با شجاعت تمام حضور پیدا میکنین، سینه خودتون رو سپر بلا میکنین در برابر دشمنان جمهوری اسلامی. شما توانایی های دیگه‌ای هم دارین که از طریق اونها میتونین به اهداف خودتون نزدیکتر بشین، میتونین به خواستهای خودتون نزدیکتر بشین. در این حال یک جامعه‌ای که برای 44 سال به لحاظ سیاسی سرکوب شده رو داره آشنا میکنه، داره باورمند میکنه. این حرکت هستش که از الان داره آغاز میشه. ببینید ما بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، من به دفعات گفتم تسک اصلی ما، اون وظیفه اصلی و مهم ما اتفاقا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی است که ما چگونه میتونیم ایران عزیزمون رو به سرعت برگردونیم به ریل رشد و توسعه، چگونه میتونیم جامعه ایرانی رو یک بار دیگه با رفاه اقتصادی، با شادی آشنا بکنیم. و بالاترین فشار بر دولت‌های بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود، به خاطر اینکه انتظارات جامعه بالاست و عناصر مخربی هم خواهند بود که دامن بزنن به این ناآرامی‌ها. یعنی هر مورد کوچکی که به وجود بیاد رو به عنوان عدم موفقیت دولت بعدی ارائه بدن که اون رو بخوان مقایسه بکنن با جمهوری اسلامی. بنابراین وظیفه اصلی و بزرگتر ما در اون مقطع زمانی است. حالا ما میتونیم سیاستمداران، دولت مردان شایسته بسیاری داشته باشیم، ولی خب اگر ملت خودمون وظیفه خودشون رو نپذیرن و در کنار پادشاهشون، در کنار دولت مردانشون برای بازگرداندن ایران به ریل رشد و توسعه گام مثبتی بردارن، هیچ دولتی در دنیا نمیتونه موفق باشه.
ما شایستگی های دولت شاهنشاهی ایران در دوران پهلوی رو دیدیم، زحماتی که محمد رضا شاه پهلوی به همه دستاندرکاران دولت های متفاوت دولت شاهنشاهی ایران انجام دادن، ولی نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که در سال 57 ملتی که باید وظیفه خودش بر عهده میگرفت متاسفانه کوتاهی کرد. این عدم آشنایی ما با وظایف ملیمون میتونه واقعا برای ما هزینه آفرین باشه. حالا در این قالبی که عرض کردم، ملتی که برای 44 سال سرکوب شده، اگر از الان با توانایی‌های خودش آشنا نشه، اگر از الان آگاهی پیدا نکنه که در قالب کنش‌های مدنی، رفتارهای سیاسی میتونه به دستاوردهای مثبتی دست پیدا بکنه، یک حرکت صفر و صدی خواهد داشت. یا اینکه هیچ مسئولیتی رو متحمل نخواهد شد، نخواهد پذیرفت، یا اگر بخواد بپذیره در حالت آشوب و غیر و ذالک خواهد شد که این دو حالت هستش که ما از هر دوش می‌خوایم پرهیز بکنیم. در مقایسه که من میتونم انجام بدم این هستش که ببینید محمد رضا شاه پهلوی و همچنین رضا شاه بزرگ، ببینید میاد ملتی رو مسلح به تجهیزات میکنه که بعدا در نهایت به جایی که متاسفانه اونها برای سعادت خودشون از اون ابزارها استفاده بکنن، بر علیه همون دولتی که اونها رو مجهز کرده بود استفاده میکنن. 20,000 دانشجو به خارج از کشور فرستاده میشن توسط هر مقطع زمانی توسط دولت شاهنشاهی. دیگه شاید بیشتر، شاید رقم دارم اشتباه میکنم، شاید 80,000 باشه. برچه یک رقم بزرگی رو به هزینه دولت شاهنشاهی، به هزینه ملت ایران به خارج از کشور میفرستن که اونا برن یه سری متخصص برگردن بیان که بتونن به کشورشون خدمت بکنن و متاسفانه قسمتی از اونها اتفاقا همون افرادی میشن که تبدیل میشن به ابزار خمینی برای لابیگری با کشورهای غربی و شرقی برای سرنگون کردن همون دولتی که اونها رو مجهز کرده بود به اون سلاح. حالا این البته این عملکرد یک پادشاه، یک رهبر خردمنده. شما کار درست رو انجام میدین و با این هدف انجام میدین که ملت هم وظایف خودشون رو بدونن، آگاه بشن. حالا جالب، شاهزاده الان دقیقاً دارن همون کار رو انجام میدن، به ملت ایران دارن میآموزن که شما توانایی هایی دارین که میتونید از این توانایی ها در این مقطع زمانی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برای مسئول نگه داشتن دولت‌های آتی ازش استفاده ببرید. یعنی به واقع ما رو دارن با الفبای سیاسی، ملت ایران رو دارن با الفبای سیاسی آشنا میکنن و امیدوارم از این سلاحی که در دست ما قرار میگیره، یک، برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با تمام توانمون استفاده ببریم و بعد از سرنگون کردن جمهوری اسلامی فکر نکنیم که وظیفه ملی ما تمام شده، یک رژیم رو ساقط کردیم، حالا دولت بعدی میاد و همه چی گل و بلبل خواهد بود. اگر ما نخواهیم نقش خودمون رو برای گل و بل کردن اتفاقا اون کشور پس از سرنگونی جمهوری اسلامی پذیرا باشیم، قدر مسلم موفقیت دولت آینده هم با محدودیت‌های بر رو در رو خواهد. بنابراین این اون سلاحی هستش که شاهزاده دارن ملت ایران رو باشه مجهز میکنن. امیدوارم که هممون از این امتحان تاریخی، نسل‌هایی که در این مقطع زمانی وجود داریم، مسئولیت یک کشور با قدمت چندین هزار ساله بر دوش تک تک ما هستش که از این گردنه پرخطر تاریخی به سلامت رد بکنیم و نسل‌هایی که هرگز ما رو نخواهند دید، ما اونها رو نخواهیم دید، از دستاورد درست و یا غلط ما سود خواهند برد یا آسیب خواهند دید. سپاس میلاد جان، میکروفون به شما. خیلی ممنونم از همه نکات خوبی که فرمودیدم، شما هم اردوان گرامی. در پایان من نکته رو یادآوری بکنم که یه پدیده‌ای در سیاست، ما تو فارسی هم میگفتیم ولی امروز می‌بینیم در خیلی جای جهان با پژوهش‌ها به همین رسیدن که دروغ نقد بهتر از حقیقت یا راست نسی هستش و اون نماینده‌ای که مثلا توی روابطی از قدرت هستن دیگه، مثل این کوپن تخفیفی میمونه که فروشگاه‌ها میدن و کسایی که عضو اون فروشگاه هستن میرن و اون کوپن میگیرن. منتها توی ساختارهای دولتی به این میگن فساد، یعنی یه جور کورپشن هستش و میدونیم که بنیاد فساد توی ساختارهای اینچنینی انحصار دسترسی به دیوان سالاریه. یعنی طرف چون میتونه بره وصل شه به بدنه فساد، ما فساد نهادینه شده داریم در ایران
که اصلا روابط نهادینه داره، اخلاق نهادینه فاسد داره که شما چجوری رشوه بدی، چجوری کارت را بندازی، چجوری سر این اون کلا بذاری، چجوری یکی دور بزنی، چجوری صیغه بکنی، چجوری اون کسی رو که صیغه کردی بعداً بفرستی انگلیس، چجوری اون رو بعداً از انگلیس بفرستی صدای آمریکا. خیلی فساد خیلی زیاده در همه جا. ولی مسئله اینه که اون فساد نهادینه روابط خودش رو میسازه و اخلاقیات خودش رو میسازه و انتخابات به گونه‌ای چسبیدن به بدنه فساد هستش. یعنی بسیاری هایی که دستشون دور مونده و میگن که فلانی خوب چسبیده داره میخوره، در حسرت این که اونم منم بچسبم به اون بخورم و مثلا یه پولی دستم بیاد به یک موقعیت انحصاری در دیوان سالاری وصل بشم که بتونم مثلا امتیاز واردات چای دبش رو داشته باشم که مبلغ وحشتناک فراوان و زیادی بودش. یعنی اونقدر ارزی که این میگرفت چای دبش زیاد بود که اینو وقتی می آوردن تو بازار میفروختن با تا مدت ها این مبلغ چای دبش باعث بالانس قیمت ارز تو بازار میشد. مثلا یه چیز شگفت‌انگیزی بود مقدار ارزی که داشت میریخت تو بازار چای دبش و فساد زیادی که یعنی هیچکی نمیدید که آقا جان این چای خوردنی که داره برای ما ثبت میشه ما تقریبا به اندازه نصف مردم جهان بریم چای وارد میکنیم بخوریم. آقا مگه چقدر باید شبان روز از شبان بیدارشیم چای بخوریم؟ اینقدر چای نمیشه چای نوشیدن ما. و اونقدر فساد زیاده کسی اینو نمیدید و نمیخواستن ببینن. یعنی میگه ما اینو نمیبینیم، ما خودمونم داریم. یکی میگه من تیراهن وارد میکنم، یکی میگه من سیمان وارد میکنم، یکی میگه من سوزن برس از چین وارد میکنم. هر کسی یه فسادی داره. خلاصه این انتخابات به گونه‌ای چسبیدن به بدنه فساده. این تبلیغاتی که میشه و کسانی که دارن کار میکنن، کار ما چیه؟ ماها کسایی هستیم که نه اونجا کالایی برای دلیوری ما هستش، نه خدماتی برای ما هست. یعنی ما نه آدمای فاسدی هستیم که از اونجا بخوایم چیزی بکنیم. یعنی ما و شما و همه ما ایرانیای معمولی و نه خدمات اونجا به ما میدن. نه برای همین ما که آدمای اخلاقی هستیم و میفهمیم که کار کردن با این سیستم بده، چه زیان‌ها و ضررایی داره، رای نمیدیم. ولی این کافی نیستش. نیاز داره ما کنشگری شهروندی داشته باشیم تا در چارچوب یک جنبش اجتماعی، یک گفتمان بزرگ که میتونه نیرو برای ما بسازه، بریم به سمت اینکه اون دروغ نقد رو کوفتشون بکنیم. این شکلیه که بالانس رو یعنی شما باید کاری که اون میکنه آنچنان هزینه‌اش، کسی که حاضر بره کار غیر اخلاقی بکنه که به این راحتی دست بر نمیداره، که باید شما هزینه رو براش زیاد بکنید، باید شیمینگش کنید، سرزنش بشه، یه جوری به نظر بیاد که این داره یواشکی رای بده، مثلا بره بیرون از شهر یه گوشه یه صندوقی حتی اگه میخواد حتما رای بده بره جلو، یا اینکه دروغ بگه مثلا من رای دادم ولی نداده باشه، که مهرم که نزدن که من حتما میخوام بگم که. یعنی یه راهی پیدا بکنه که نکنه یا جلو چشم مردم نره. مثل اینکه انگار که یه خونه مثلا یه آقایی بودش صفایی فراهانی، این خونش مثلا سیغه هاش رفت آمد میکردن و بعضیشون می‌خواستن چادر سرشون میذاشتن و یواشکی میرفتن اونجا میومدن، بعدا مثلا اومدن بیرون از کشور کلاه میذاشتن و دیگه چادر رو کنار گذاشته بودن. و مثلا اونجا چرا اون خونه معروف بود به این که برای کسایی که رفت آمد میکنن یه موردی دارن، یه ایراد، یه چیزی هستش که اونجا رفت آمد میکنن. و هر روی امیدواریم که این جمهوری اسلامی و تمام عمل کرش در بیرون و در این از سر ما باز بشه، ما قدرت رو در ایران به دست بگیریم و ملیگرایی، اون روح پیشرفت، روح توسعه، دانش، فهم، هوش، اینها همه رشد بکنه. واپس این نکته جالبی بهتون میگم، یه دقیقه وقت داریم، پژوهش‌ها نشون میده که بدبخت‌ترها گزینه‌های بدتری رو همیشه انتخاب میکنن. توی فقیرترین ایالت‌های آمریکا گزینه‌های بی‌کیفیت‌تری برای انتخابات‌های حالا جای مختلف عدالت محلی و فدرال انتخاب میشن. این پژوهش جای دیگه هم همین جواب داده. شب و روز همگیتون خوش. بابک گرامی، اردوان گرامی، آروین
مایلی جلالی گرامی، سربلندی ما هم کار میکنیم. بدرود به همگی. بدرود. بدرود.